بعد بچه‌ها راستی 1000 تا شدنمون موقع. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ولاگ یوتیوب من میخوام بعد از 2 ماه الی 3 ماه برم بدوم، بیایم با هم دیگه بریم بدویم، کارامونو بکنیم، استراحت کنیم از اونجایی که امروز جمعه است. و خب همین آب قطعاً، لگو لباس ورزشی برای تو، کلاه و جوراب. نمیخواد وقتی دارم میدوام آرایش داشته باشم، خیلی کم تینت میزنم. هدفون که لازم بهداشتی و جاکارتی و کلیدام که خب یادم میاد. بچه ها همه جا خیلی شلوغه، دارم میمیرم، دارم خجالت آب میشم. بعد از اونجایی که خیلی گشتمه برم یه چیزی بخورم، بعد برم بدوم. یعنی سگ توی این گرما نمیاد بدوه. دارم میرم قسمت بانوان بدوم که لباسام عوض کنم، حوصله ندارم. اینجا خیلی آدم هست، خیلی شلوغه، اینجا نمیدونم. نیومدم خیلی وقت این طرف با همه این قسمت ها عوض شده، اصلا قبلا این شکلی نبود. بچه لباسام عوض کردم، اونجایی که همیشه میدوام خیلی شلوغ بود، بعد تصمیم گرفتم این طرف بدوم، خیلی مسیرش بهتره، خلوت هم هست، هیچ کس هم نیست. اول تموم شد و خیلی واسه سخت بود. کیلومتر اول، کیلومتر 2، کیلومتر 3. آره دیگه مونده کیلومتر 4 تموم شه و من دیگه نمیتونم خسته شدم. 4 کیلومتر دویدم بچه ها و تمام دیگه خستم، دارم میمیرم. برم لباسام عوض کنم و برم خونه. بگم که هم بتونم 4 کیلومتر بدوم. تخم آبپز و سیب زمینی خوردم، بعد انقدر گشنمون داشتم میمردم دیگه نشد فیلم بگیرم. بعد دوستم زنگ زد گفتش که بیا خونه ما، ولی به خاطر این خانوم، به خاطر ایشون نمیتونم برم چون تنهاست و نمیتونه تنها بمونه. همه سگا از خونه محافظت میکنن، تنها میرن، ولی این اگه تنها بمونه گریه کنه همه دنیا میفهمن که ما خونمون کسی نیست. تا حالا تو زندگی 1 ساعت هم تنها نمونده.
هیچ اندازه غذا نمیتونه منو خوشحال کنه.